در این فیلم کوتاه مراحل ثبت دامنه ملی در سایت SA1601 را با هم مرور می‌کنیم. پس از ورود به صفحه اصلی وبسایت در قسمت ثبت آنلاین دامنه ملی سه ورودی مشاهده خواهید کرد. در قسمت نام دامنه آدرس مورد نظر خود را با رعایت کاراکترهای مجاز وارد کرده و نوع دامنه خود را نیز انتخاب کنید. قسمت دوره پرداخت مدت زمانی که برای پرداخت مد نظر دارید را انتخاب کنید. در قسمت پست الکترونیکی آدرس ایمیل خود را وارد کنید. دقت کنید آدرس ایمیل وارد شده باید با آدرس ایمیل استفاده شده در سایت nick.ir یکسان باشد. سپس بر روی کلید مرحله بعد کلیک کنید. در صفحه بعدی در قسمت تایید اطلاعات وارد شده از صحت اطلاعات اطمینان پیدا کنید. دقت کنید حتما نام خانوادگی و تلفن تماس را وارد کرده باشید. رابطهای DNS را هم وارد کنید. در قسمت دروازه پرداخت مد نظر خود را انتخاب کنید. سپس بر روی ثبت نهایی کلیک کنید. صفحه بعدی در قسمت در حال انتقال به دروازه پرداخت مورد نظر اگر مرورگر به صورت خودکار به صفحه درگاه نرفت بر روی کلید مربوطه کلیک کنید. سایر درگاه‌های موجود در سایت تحت شتاب می‌باشند و امکان پرداخت از سایر کارت‌های شتابی وجود دارد. صفحه درگاه پرداخت اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید. شماره کارت 16 رقمی، رمز دوم کارت، شماره CVV2 که یک شماره 3 یا 4 رقمی می باشد و در پشت کارت بانکی ثبت شده است. نرخ انقضای کارت را نیز وارد کرده، کد امنیتی را وارد کنید، سپس بر روی پرداخت کلیک کنید. پس از پرداخت به وبسایت SA1601 انتقال داده می شود. چنانچه وضعیت ثبت شده رزرو شده بود، دامنه شما ثبت شده است. در غیر این صورت می توانید با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.